پژوهشگاه نجوم شناسی اکادمی علوم تاجیکستان مشخص کرده است که روز 26 ایون یعنی اول هفته آینده عید رمضان در تاجیکستان فرا می رسد. این در حالی است که کشور همسایه تاجیکستان قرقیزستان معلوم کرده است که روز یکشنبه یعنی یک روز قبل از تاجیکستان روز 25 ایون عید رمضان فرا می رسد. ولی در حال حاضر شورای علمای تاجیکستان این مسئله را مشخص نکرده است و در نظر است که فردا یعنی روز 22 ایون در نشست شورای علما روز فرارسی عید رمضان در تاجیکستان معلوم کرده خواهد شد. این در حالی است که اداره افلاک شناسی اتحادیه کشورهای عربی معلوم کردند که عید رمضان در روز یکشنبه صورت خواهد گرفت. امروز رئیس پژوهشگاه استروفیزیک اکادمی علوم تاجیکستان خورسند عبادینوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که از بس که در پایان هر ماه و آغاز ماه آینده یعنی در 3 روز فرارسی هر ماه و 3 روز پایان یابی ماه مشاهده کردن ماه نو از دستگاه‌های استروفیزیکی یعنی نجوم شناسی خیلی مشکل است و تنها همین نکته باعث بعضی بحث‌ها در روز فرارسی عید رمضان در میان کشورها به میان میآید. از این رو ما منتظر میشیم که شورای علمای تاجیکستان فردا در نشست خود این تصمیم خود را مشخص خواهد کرد.